دادگاه شهر استرافشان امید توره علی یک جوان 25 ساله را در فوت فرهاد جلیلوف 44 ساله عیبدار دانست و به 13.5 سال زندان محکوم کرد. اما عائله جلیلوف به این حکم راضی نیست. من از تو طلب کردم که این اروی قانون و اروی عدالت کار کنی. بچه‌م رفته تک زمین کردی عدالت. این بچه اجازات داد. اروی قانون. من همه 18 سال 20 سال به من وای بدم. لطوکوب فرهاد جلیلوف 23 آگوست امسال در بازار مرکزی استرافشان رخ داده است. او در اینجا عرابکش بود. 4 روز بعد از واقعه وی در بیمارستان جان داد. به نقل پیوندانش فرهاد جلیلوف به نانوایخانه آب و آرد میکشاند و برای این مزد میگرفت. جنجال بر سر آب و پول سر زده به فاجعه رسانده است. مادر امید محکوم شده میگوید در این واقعه خودی مرد فوتیده هم گناهکار بود و اول وی دشنام و حقارت کرده است. برای همین به گفته او حکم دادگاه ناعادلانه است. حکم وای به تغییر وقتی که وای ناگهانی یک شپلاق زد این چیز به 108 بوده است. 2 سال حکم میگرفته است. اما حکم وزنین بچه موندن. من تا پیش پرزیدنت امام علی رحمان برفته من این چیزای همشه میفهمونم که فرزند من بیگناه. اما خانواده جلیلوف ادعا دارد که در مرگ پسر خانواده فرهاد جلیلوف مادر جوان محکوم شده هم دست دارد و از دادگاه مجازات او را طلب کرده است. زیبا مقیم و این را رد می کند. اما یک وای کرد که بابا جان زیبا پسرش کردی زد. من وای کردی سنگا به بالاش زد سلام زده یا ارماتور کردی زد. گفتم سرد بیم چون مادرش نمیشنه. اما آن دیده میبرایم گفتم. نه من چغیل مادر دلم میشد که برامده بچه یک کسه میزنم. ناراضگی طرفها از حکم دادگاه در حالی است که هر دو جانب هم تا گذشت مهلت دعوا از بالای حکم به زینه‌های بالایی مراجعت نکردند. خانواده جلیلوف در شهر استرافشان بیش از 3 ماه باز ماتم دارند. آنها میگویند با مرگ فرهاد که با عرابه روزگار خانواده را میکشید هم در غم و کلفت نشستند و هم در تأمین زندگی مشقت میکشند. پیوندان جوان زندانی میگویند 2 فرزند امید و عائله‌اش و بار وزین کار نانوای و روزگارداری به ذمه آنها مانده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.